سلیمان دولاتوف پناهنده سیاسی توجیک در کشور اروپایی لیتوا بازداشت شده است. بنا به اطلاع دریافتی، سلیمان دولاتوف را روز جمعه 5 اپریل سال 2024 بعد نماز جمعه از محل کارش در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا دستگیر کردند و روز یکشنبه 7 اپریل دادگاه ویلنیوس سوال توجیک را برای 2 ماه یعنی تا 6 ایون سال جاری به پیشکی گرفته است. دلیل بازداشت سلیمان دولاتوف روشن نیست. به پایگاه خبری بامداد تا این ساعت میسر نشده است که با ادوکات و یا نزدیکان او صحبت کند. بنا به نقل دیگر تاجیکان مقیم لیتوا، روز جمعه سلیمان دولاتوف را از نزد جای کارش افراد نقابپوش به یک ماشین میکرواتوبوس بار کرده بردند. بعدا معلوم شد که آنها کارمندان خدمات امنیت ملی لیتوا بودند. سلیمان دولاتوف زاده شهر وحدت که 40 سال دارد، از سال 2015 یک 9 سال باز همراه زن و فرزندانش در لیتوا به سر میبرد و در این کشور مقام پناهنده سیاسی را به دست آورده است. سلیمان دولاتوف در گذشته از اعضای ارشد حرکت اپوزیسیونی فعالیتش فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. او در پی اختلافش با دیگر اعضای این دو حرکت ابتدا از گروه 24 و سپس از انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان خارج شد، ولی به فعالیت‌های سیاسیش همانا ادامه میداد و در شبکه‌های اجتماعی از حکومت کنونی تاجیکستان انتقاد کرده در برخی نمایش‌ها و اقدام‌های اعتراضی طرفداران اپوزیسیون تاجیک در لیتوا اشتراک میکرد. او همینطور بالانتون از رهبران مخالفین نیز انتقاد میکرد. سلیمان دولاتوف قبلا در شهر سنت پترزبورگ روسیه تجارت داشت. دولاتوف در لیتوا نیز به تجارت مشغول بود و از جمله از خارج به این کشور محصولات حلال وارد میکرد. او در ویلنیوس آشخانه و مغازه و نانوایخانه داشت و روز 5 اپریل از سوی آدمان نقابپوش در نزد آشخانه‌اش دستگیر شد. این بار اول نیست که سلیمان دولاتوف در اروپا بازداشت می شود. سال 2015 در پی منع فعالیت گروه 24 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان و موج بازداشت‌های اعضای آن، سلیمان دولاتوف از پترزبورگ به فنلاندیا فرار کرد، ولی 20 فوریه سال 2015 او را در فنلاندیا بر اساس درخواست اینترپول دستگیر کردند. معلوم شد که مقامات تاجیکستان این فعال مخالف حکومت را با اتهام سنگین به مثل به هیئت گروه‌های افراطی جلب کردن و به سوی فرستادن جوانان تاجیک تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. آن وقت دادگاه فنلاندیا به دلیل انگیزه‌های سیاسی پرونده‌اش از استرداد سلیمان دولاتوف به تاجیکستان دست کشید و او را علاقه ماه بعد 24 مارس سال 2015 آزاد کردند. بعد رهاییش از بازداشت دولاتوف به لیتوا آمد و از این کشور درخواست پناهندگی کرد. لیتوا در برابر پولش یکی از سمت‌های عمده هجرت مخالفین و منتقدان حکومت تاجیکستان و فعالان تاجیک به شمار می رود. در لیتوا بنا به حساب‌ها حدود 200 پناهجو از تاجیکستان به سر می برند.